توی شیشه مربا یک کیک شکلاتی پختم بدون فراهمزن توی قابلمه. اگه شیشه های شما بزرگتره 2 برابر مواد بریزین. تخم مرغ و شکر، پودر کاکائو، وانیل و بیکینگ پودر، شیر و روغن مایع. داخلش بریز. حالا 2 قاشق غذاخوری سرپرم آرد قنادی بریز. نیازی به همزنم نداره. حسابی تکونش بده تا این شکلی بشن. کف قابلمه یه دستمال بذار و شیشه ها رو روش بذار. این نکته خیلی مهمه. آبی که میریزی همدمای محیط باشه تا به شیشه ها شوک نده و نشکنن. روی حرارت متوسط بذار با درب بسته حدود نیم ساعت بجوشه. شیشه ها رو یهو از آب جوش خارج نکنید، میشکنه. بعد از نیم ساعت خلال چوبی بزنید. اگر بهش مواد کیک نچسبید پخته شده. صبر کنید یه ذره از داغ بیفته و از داخل آب خارجش کنید. بافت این کیک ابری و اسفنجیه.